کتاب فروشی اینجا میشه بیر بار بوده دوستان عزیز، میشه وقت کتاب پر بوده. از جای شیر و طرفا کنه مردم کتابای از جا زیادتر میشناسن و به خرید اینجا زیادتر میاین. یکی از دوستا یک روز در کامنت نوشته کرده بود 20 نفر را بازار نیست، تو میگی بسیار بیربار است، بسیار بیربار است. دوستان عزیز کامرا نمیفهم با شما معلوم نمیشه، درست نمیبینین مردم به سختی را میره. منظور از این که یک سمت جمع شون و راه دیگه مردم ایلا کنن. سلام و درود خدمت تمام شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، بعض احوال از این وقتا میگن که امی کراچیوانای پل باغ عمومی را از خود فروشگاه را تمام اینا رو جمع کرده و برده به طرف چمن حضوری شهر کابل. ما من امروز دوستان عزیز طرف پل باغ عمومی و فروشگاه که بریم ببینیم که خبر چقدر واقعیت داره. البته ویدیوهای چمن حضوری را همه ما دیدیم، شک نیست در اونجا جمع شدن دست فروش و اینا. ما یکی کراچیوانای پل باغ عمومی و فروشگاه گم شده یعنی این میریم از نزدیک میبینیم. این طرف دوستان عزیز پیاده روش به حد بیربار است، این طرفش هم پیاده رو دوستان عزیز میز دیگه تقریبا تا این کتاب فروشی است. کتاب فروشی میندازیم خود طرف پیاده رو دیگه هم سلو با پیش میریم. انار شیرین انار. خوب دوستان عزیزم سلو میریم پیش طرف کتاب فروشی ها بریم ببینیم که چی هست و چی نیست. کتاب فروشی اینجا میشه بیربار بوده دوستان عزیز، میشه وقت کتاب پر بوده. از جای شیر و طرفا کنه مردم کتابای از جا زیادتر میشناسن و به خرید اینجا زیادتر میاین. دوستان عزیز کم کم نزدیک میشیم به طرف پل باغ عمومی شهر کابل. حالا دوغ برونی دوغ بولانی فروشی هم این طرف از دوستا دوغ بولانی کچالو گندنه هر چی که شده شو این جایش هست، نه چگنیشون هم ماندگی هست، هر چی دیگه کشتی ها داشتین. طرفم بغیر در بشوری ما رفته میرفت هیچ راه نمیده. این طرف این دوستان از چرخم بیربار است. کراچی های از اینجا خب جمع نشده دوستان. ما میبینیم که همه فروشنده ها هستن. پل باغ عمومی رو ببینیم که اونجا هم همین شکل است یا نه. بیاییم این طرفتر میتونم ببینین پل باغ عمومی رو به نظرم جمع کرده دوستان عزیز، معلوم میشه. زنجبیل دیدین دوستان عزیز که یک زنجبیل تازه بود. بسیار بیربار از شهر دوستان.
یکی از دوستا یک روز در کامنت نوشته کرده بود در 20 نفر در بازار نیست، تو میگی بسیار بیربار است، بسیار بیربار است. دوستان عزیز در کامنت نمیفهم با شما معلوم نمیشه، درست نمیبینین؟ مردم به سختی را میره، منظور از این که تو جای را پیدا کردن یک ذره مشکل است، اینجا یک فرصت است. بله دوستان عزیز، این پل باغ عمومی است که پل باغ عمومی را مکمل جمع کرده. این طرف کلش دوستان عزیز کراچی ها موندگی بود، اکثر خودش هاروله کابل کلش این حاله جمع کرده. میگن که تیمورشاهی هم به این شکل شده. دوستان عزیز برای تیمورشاهی رو میبینیم که تیمورشاهی هم آیا آمده شده یا خیر. بله دوستان عزیز این پیاده روش کلا نمایان شده. تیمورشاهی کلان سرک از دوستا، بسیار یک سرک بزرگ است. پیاده روش هم همچنان پیاده رو کلا این دست فروش ها گرفته بودیم، ولی نه پیاده رو دوباره فعال شده. ببینید دوستان عزیز بسیار یک سرک بزرگ است. سرک به این بزرگی مسدود بود. میگه بسیار کار خوب شد دوستان عزیز که سرک باز شد و موترها میتونن آسان برن بیاین، با مردم سهولت شده. بسیار کار تقریبا دیگه خوب و مناسب است که کراچی ها و اینا در یک سمت جمع شون و راه دیگه مردم ایلا کنند. چه قسم بیروار است دوستا، چه حال است، چقدر آهواز است. دوستان از مکتب لیسه عایشه درونی هم در اینجا موقعیت داره و همچنان حوزه اول تعلیمی هم همینجا است. موسونا میگن امبولانس است طرف دریا، متاسفانه در بیابار بند مانده. تیمورشاهی با وجود از این کراچیش جمع شده دوستان از اما همون بیربار سابق خود داره. ببینید دوستان عزیز به این که دیگه دوباره اما تو دور بخوریم بریم این طرف. دوستان عزیز انشاءالله که ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال هم چون سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تونه به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روز روزگار خوب خوب داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان. $30,000 $4,000